من دستگاه دارم، من دارم میبینم چی. مسئول محترم، اونی که معاونت داره میگه رو بریز دور، حرف منو بشنو. قیر داره به دست کارخونه دار میرسه، تونی 25 میلیون تومان برای تولید آسفالت و مطالباتشو کی میگیره؟ پس طبیعیه که از ضخامتش بزنه، پس طبیعیه که از دونه بندی شیت درست نیاد، پس طبیعیه که به جایی که واسه هر 150 تن یک قلتک لاستیکی بذاره، برای هر 300 تن یک قلتک لاستیکی بذاره تا تراکم تامینم نشه. اینو با چی پر میکنه؟ با رشوه‌ای که میخواد به آزمایشگاه شما بده، به مشاور و ناظر شما بده. عزیز من، مولا علی میگه برای بازرسینت بازرس بذار، برای بازرسین جاسوس بذار و برای آنها جاسوس بذار. من از کف میدون دوباره دارم میگم آقای عزیز، هیچ گونه نظارتی تو این کار نیست. ما خودمون خیلی از کارا رو با رغبت انجام نمیدیم، با عدم رغبت داریم انجام میدیم. میدونیم سال دیگه 2 سال دیگه باید بیایم اینجا رو انجام بدیم. برای چی باید اینطور باشه؟ الان آسفالت کف کارخونه به تونی زیر قیف 3 میلیون تومان رسیده. الان 3 میلیون تومان نقدی، خب سال بعد میشه 4 میلیون 5 میلیون تومان. خب الان هزینه کنیم، 10 سال هزینه نکنیم هر سال.